اگر مالک یا وکیل قانونی مالک هستید، بد نیست که بدونید برای اخذ جواز ساخت نیاز به تعدادی مدارک هست که باید با همراه داشتن اونها به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه و ناحیه ملک مراجعه نمایید و مدارک رو تحویل بدید. تشکیل پرونده. درخواست بازدید کارشناس دفتر خدمات الکترونیک از ملک. بررسی گزارش کارشناس توسط شهرداری منطقه. صدور دستور نقشه توسط شهرداری. طراحی نقشه معماری فاز 1. پرداخت عوارض شهرداری. آزمایش خاک. طراحی نما. طراحی نقشه‌های فاز 2. ثبت و استعلام برگه‌های طراحی معماری، سازه، برق و مکانیک. ثبت قرارداد با مجری ذی‌صلاح در سازمان نظام مهندسی. پرداخت فیش‌های نظام مهندسی و تعیین ناظرین ساختمان. تکمیل مدارک پیشنویس پروانه ساختمان. بررسی مدارک ارائه شده و چاپ پروانه توسط شهرداری. هر کدوم هم ایراد داشته باشه دوباره باید اون مرحله رو تا حصول نتیجه و امکان ادامه روند تکرار کنید. بعد از اون حداقل 15 روز کاری برای انجام کارهای دستور نقشه زمان لازم هست که بعدش قرار کارشناس جهت بازدید ملک خدمتتون برسه که باید مدارک تراکم ساختمان، اهنه ملک، عقب نشینی‌های ملک رو آماده داشته باشید که برای اونها هم چند ماه باید این ور اون ور بدوید تا شاید به نتیجه برسید. خیلی سخت و پیچیده شد، مگه نه؟ خب یه راهکار ساده‌تر و سریع‌تر هم هست. شما میتونید با مراجعه به گروه آبر و دریافت مشاوره از کارشناس اخذ جواز بلافاصله با عقد قرارداد، از صدور پروانه ساختمانی، فضای سبز آتش نشانی و تمامی این مراحل رو با خیال راحت بهشون بسپارید. حداکثر زمان لازم برای طراحی نقشه فاز 1 معماری که قابلیت بارگذاری در دفتر خدمات الکترونیک شهر رو داشته باشه 7 روز خواهد بود. و در ادامه مراحل پیگیری دریافت مجوز ساخت توسط کارشناسان آبر به ترتیب و با سرعت انجام میشه.